اکادمیک ژاپنی ناوکی یاماموتو اظهار داشت که پس از 12 سال به اسلام گرویدنش با مقصد آموزش علوم اسلامی و بیشتر آگاه شدن از تعلیمات بزرگ دین مبین به کشور ترکیه آمده است. پایگاه اسلام نیوز با استناد به دیل صباح خبر داده است که این دانشمند و اکادمیک 32 ساله ژاپنی گفته است او پس از پذیرفتن اسلام تصمیم گرفته است در ترکیه زندگی کند. وی افزود او عین زمان در مرکز اسلامی و فرهنگی استانبول به تعلیم دادن اسلام به ژاپنی هایی که اسلام را تازه پذیرفته‌اند مشغول است. یاماموتو که به حیث استاد دانشگاه شهیر کشور ترکیه دانشگاه مرمره استانبول کار و فعالیت می‌کند اظهار داشت که فعلا 5 دانشجوی ژاپنی دارد و در آنجا به آنها دین اسلام را تعلیم می‌دهد. او همچنین از استانبول برای هموطنان مقیم کشورش درس‌های آنلاینی می‌گذراند. وی افزود سالهای اخیر در ژاپن شماره کسانی که اسلام را می‌پذیرند را به افزایش است. اینچنین افزود در ژاپن به اسلام گرویدن آسان است اما مهمتر از همه مسلمان ماندن است. در رابطه با جزئیات زندگی خود در استانبول اکادمیک ژاپنی گفت می‌خواهد به علوم اسلامی و قرآن شناسی با زبان‌های ترکی، عربی و فارسی مشغول باشد.